كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. در برنامه‌های گذشته به همراه کارشناس محترم و برنامه درباره روز حساب، روز قیامت، روز محشر، روزی که همه ما در صحرایی به نام محشر گرد هم میایم، از آدم علیه السلام پدر ما تا آخرین انسانی که روی زمین زندگی خواهد کرد و در اون روز به سرنوشت اعمال خود آگاه خواهیم شد و پرونده اعمال ما مورد بررسی قرار میگیره و حساب و کتاب اون انجام میشه. در خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری هستیم با ادامه بررسی این موضوع. جناب مولانا عرض سلام و ادب و احترام. تشکر. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، در روز قیامت آیا کسانی هستند که حساب و کتاب نداشته باشند و بدون حساب کتاب گذر کنند از صحرای محشر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، موضوع حساب جریانیه که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میفرمایه که فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. در این آیه مبارکه لفظ من آمده، استثناء نشده که از چی کسی سوال نمیشه. آمده که هر کسی که ذره کار نیکی انجام داده باشه ثمره و نتیجه در حشر میبینه و ذره اگر شر انجام داده باشه، کار بدی انجام داده باشه، بازم نتیجه. خب نتیجه با چی معلوم میشه؟ نتیجه با حساب معلوم میشه. بنابراین در صحرای محشر حساب گرفتن ها متفاوته. از یک نفر، مثلا از یک مفسر محدث، او وقتی بخواهیم بگیم که فردا از تو امتحان میگیرن، خب این یک شخصی که مفسر محدثه و فردا حاضر باشه و از او پرسان کنن که جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر شما بفرمایید بگویید که فرضای وضو چند تایه، هم سوال شد هم خیلی سهل و آسان، گویا که اصلا سوال نشد. چون به نزد یک شخص مفسر و محدث سوال جزئی از احکام مثل این سوال که ای شاید هزارها مرتبه ایر برای شاگردان خود تدریس کرده باشه، بسیار سهل جوابش، خیلی سهل. در صحرای محشر هم چون در بعضی آیات و روایات میاره که الله سبحانه و تعالی اگر کسی چنین کاری انجام بده در صحرای محشر از او حساب گرفته نمیشه. منظور از این که حساب گرفته میشه ولی سهل و آسان. مثلا در حدیث میاره که در روز قیامت 70,000 نفرن که بدون حساب و بدون گپ و گفت وارد بهشت میشن، که از اون جمله حضرت عکاشه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دست بلند میکنه، یا رسول الله من دوست دارم که از اینا باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از وعده
ازیر میدن که تو از جمله اونها هستی. و صحابه دیگری حرکت میکنه که یا رسول الله من هم میگم سبقک عکاش، سبقت گرفته از تو عکاشه. بنابراین در روز قیامت از همه پرسان میشه، تا حتی میبینیم از اطفال در قرآن میاره که و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. وقتی از اطفال از مولود پرسان بشه که میبینیم او هیچ جرمی، هیچ گناهی، هیچ معصیتی نکرده، بنابراین از این واضح و مشخصه که خداوند از همه پرسان میکنه، ولی سوالها متفاوته. از یکی سختتر پرسان میشه، از یکی آسانتر، از یکی راحتتر، از یکی انقدر سوال سهله که گویا اصلا سوال نشده. جناب استاد، یکی از مواردی که در باب ذکر میشه و در خاطر ما مسلمان ها هستن میشه، وقتی به قیامت فکر میکنیم به این موضوع حتما بیپردازیم. موضوع حوضی هست که پیامبر اکرم علیه السلام وعده دادن و فرمودن که مردم در کنار این حوض خواهید یافت. درباره این حوض رو بگیم، درباره حوضی که مسمای کوثر هست. به راستی هم یکی از نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی التفات و او نعمتی که خداوند شامل حال حبیب خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده که می‌فرماید در قرآن هم که انا اعطیناک الکوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر، که بسیار مفسرین که او معنا مفهوم خیر کثیر هست. خب بعضی از مفسرین هم میگن مراد همان حوضیه که در صحرای محشر که نام از او حوض هست و او سرچشمه میگیره از کوثری، نهری که در بهشت هست. در روایات میاره که حوض چگونه یه؟ این حوض بین علما اختلافه که آیا قبل از صراط یا بعد از صراط. خب بعضی از علما میگن قبل از صراط، بعضی میگن بعد از صراط. خب او جریانیه که بین علما مختلفیه، ولی نظر صحیح‌تر اینه که بعد از صراطه، چون بعد از صراط، بعد از نوشیدن آب، رهسپار بهشت میشن. و بعضی از علما حتی نظر اینه که قبل از صراطه. حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرمایند که این چگونه آب داره و نشانی های او حوض میدن، چون صحرای محشر یک حالت گرمار به خود داره و هم گرمای سوزانی. در صحرای محشر مسلمان ها، مؤمنین و اینهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را شفاعت میکنن، اینها طبعا احساس تشنگی میکنن و خدای تبارک و تعالی اونها بعد از این که از مشکلات صحرای محشر نجات میده و بعد از این که شفاعت میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب تشنه‌اند. برای از اینا اولین پذیرایی که میشه آب حوض کوثر هست که در حدیث میاره که ماؤه ابیض من اللبن، آب از او سفیدتر از شیره، و احل من العسل، شیرینتر از عسله. در صحرای محشر اگر آب طبیعی هم برای انسان میسر بشه چقدر لذت داره، چقدر کیفیت داره. اگر راستی هم که در او حالت آب شور هم به فرمودی شما بیایه لذت خور داره. اما این اولین پذیرایی الله سبحانه و تعالی برای انسان هایی که میخوان وارد بهشت بشن. آب از او سفیدتر از شیره و شیرینتر از عسله، و ریحه اطیب من المسک، بوی داره خوشبویتر از مسک. سبحان الله سبحان الله. و کیزانه کنجوم السما، گلاس هایی که گذاشته داره مثل ستارگانه. محدثین میفرماین ارتباط به ستارگان دو توجیه، یکی که این ستاره ها کسی نمیتونه بشماره، از بس زیاده کثرت از این گلاس های اینها هم اینقدر زیاده که لازم نیه که انتظار بکشه یک شخص گلاس دیگر بگذاره. یا توجیه دیگری بعضی از محدثین میفرمایند که مثل که ستاره ها در آسمان میدرخشه و بر زیبایی آسمان افسوده،
این کیزان و این ظرف ها زیبایی بر علاوه که استفاده میشه ظرفی گلاسیه، بر زیبایی حوض کوثر هم می‌افزاید. در اخیر خصوصیت این آب حدیث بیان میکنه که من شرب منه شربتن، کسی که بنوشه از یک نوشیدن لا یظمأ بعدها ابدا. الله اکبر. بعد از این دیگه تشنه نمیشه. یعنی چی تشنه نمیشه؟ بهشت میره دیگه وارد بهشت. بعد از نوشیدن این دیگه ایت تشنگی به سراغ از این نمیایه که ای اظهار خستگی بکنه. متوجه باشیم بعضی وقت انسان تشنه میشه خسته میشه، آب که مینوشه راحت میشه. یعنی بعد از نوشیدن این آب از خستگی ها تمام شده وارد بهشت میشه که در بهشت هم دیگه خستگی نیه، دیگه او عطش برای از او دست نمیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه از اونا پرسان کردن یا رسول الله شما در کجا ما پیدا کنیم در صحرای محشر؟ فرمودن مر در کنار حوض ممر جستجو کنیم که او حوض کوثره. و واقعا نعمت عظیم و بزرگیه که انسان وقتی که مسجد النبی صلی الله علیه و سلم میره و زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم که میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که روضة من رياض الجنه، منبری على حوض بین منبر ما و بین بیتی و روضة من رياض الجنه هست و میفرمایند منبری علی حوضی، منبر من بر بالای حوض من هست. که الله سبحانه و تعالی ما و شما و همه بینندگان عزیز و گرامی از این آب نصیب کنه که از این آب لحظه‌ای که بنوشیم که او لحظه‌ای باشه که لا یظمأ بعدها ابدا، دیگه هرگز احساس خستگی و تشنگی برای ما دست نده. دیگه هیچ نیازی به آب نداره انسان در از آن. جناب مولانا بعد از حالا طبق فرموده شما اختلافی که بین بعد از صراط، در هر حال پل صراط اون گذرگاهی که هر وقت ما فکر میکنیم به اون صحبت زیادی دربارش شنیدیم که این پل از وقتا گفته میشه که نازکتر از مو و بارنده تر از شمشیره و به هر حال آخرین دغدغه یک انسان هست برای پایان دادن به تمام غم‌ها، حزن‌ها و غصه ها. میتونیم بگیم که آخرین گذرگاهی است که اگر انسان با موفقیت پشت سر گذاشت دیگه این انسان خوشبخت شد برای ابد. درباره صراط برامون بگید و اینکه چگونه پلی هست، این چیزی که ما به اسم پل شنیدیم، حالا اصلا کنم پل هست یا شبیه پل هست یا بخاطر چیز مسیری هست که به نام پل یاد میشه و چه ویژگی هایی داره این پل صراط؟ مسئله صراط، خود صراط یعنی طریق، راه، در آیه الله سبحانه و تعالی در سوره مریم می فرماید و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. حالا صراط آمده که همه شما انسان ها بدون استثناء، همه شما انسان ها بدون استثناء وارد می شوید. به کجا؟ به کجا؟ به جهنم. چون همه انسان ها وارد میشن ولی داخل جهنم نه. به کجا وارد میشن؟ بر این پلی که گفته شده ثم یضرب الجسر علی الجهنم، زده شده بر بالای جهنم. یعنی مسیریه که بالای جهنم پل قرار داده شده و تمام انسان ها بخواهم و نخواهم حتما مقضیه، این حکم قطعی پروردگاره، انسان ها باید داخل بشن. یعنی میفهمید که این پل بین صحرای محشر هست و بین بهشت و زیر پل جهنم است. و این منکم الا واردها، یعنی هر کسی که بخواد به بهشت دست پیدا بکنه باید از روی پلی رد بشه که در زیر این پل جهنم است. اینجا مفسرین میفرمایند، میگن همه انسان ها باید که یک مرتبه جهنم رو ببینن
مؤمنان به خاطر وقتی که عبور میکنن، عبور از این دیدنه. فقط نظر یک مرتبه یک نظر باید بندازن چی خبره. یعنی تا حتی بعضی میگن یک مرتبه این حکم دخول جهنم داره که یعنی باتش نمیسوزه، یک مرتبه برای دیدن. اما برای کفار دخول اینا برای ماندنه. برای مؤمنین داخل میشن برای دیدن، فقط عبوره. کفار داخل میشن برای ماندنه. در روایات میاره که رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمایند عبور از این پل حتمی و لازمی که هست، اما فرق میکنه. بعضی از انسان ها، اونهایی که مقربینن، اونهایی که متقینن، پرهیزگارانن، عبور اینا به یک چشم زدنه. چشم بسته میشه و باز میشه، اینها عبور کردن. حتی بعضی از روایات میاره که بعضی از انسان ها به دروازه بهشت میرسن، یک فکر میکنن، میگن پل صراط کجا بود که ما به او عقیده داشتیم، باور داشتیم. میگن شما عبور کردیم نفهمیدیم. یعنی به این سرعت اینها عبور میکنن. بعضی از انسان ها عبور از اونا در حدیث آمده که مثل برق. خب برق سرعتی کم تره. بعضی روایات آمده که عبور انسان ها مثل باده. باد با سرعتی از برق کم تره. بعضی از انسان ها عبور اینا مثل یک اسب سواره. بعضی از انسان ها پیاده یا. و بعضی از انسان ها سرعت اینا شکل یک خزیدنه. چون هر چی که انسان از بالای پل صراط تیزتر بره، چشمی و کمتر میفته. هر چی آهسته تر بره، چون زیر جهنمه، لااقل اگر آتش اور نگیره، همین دیدن عذاب هم خود از انسان ترس داره و وحشت داره. بناهن از پل که انسان ها عبور کردن، در اینجا این لحظه که خیلی نکته مهمه. این لحظه چی لحظه‌ایه؟ انسان مؤمن همیشه دوست داره که دیگه چشمی و کافر و منافق نیفته. تا لحظه وارد شدن به پل صراط شقی و سعید هم دیگر میبینن. انسان مؤمن خوش نداره کافر رو ببینه، دوست نداره منافق رو ببینه. تا لحظه داخل شدن به پل صراط اینا هم دیگر میبینن. به پل که وارد میشن، انسان مؤمن و متقی و پرهیزگار حرکت میکنه طرف بهشت، کفار و منافقین بر جهنم سقوط میکنن. بر جهنم. این لحظه‌ایه که جدا شدن پایانی است. حق و باطل دیگه از هم جدا میشن دیگه. مگر در دنیا میبینیم کافر و مسلمان و منافق با هم خلط و مخلوطن. در حشر عین شکل. پل صراط لحظه‌ایه که انسان‌های مؤمن و متقی و پرهیزگاری که در دنیا رنج و عذاب میکشیدن از دست کفار و منافقین، در اون لحظه که از اینها جدا میشن. دو گروه میشن. جدا میشن. در این لحظه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر میشه. گروهی طرف بهشت روان میشن و گروهی طرف جهنم. که چی خوبه که آیات اخیر سوره زمر به طور خلاصه و فشرده بیان کنیم که سرنوشت اهل سعادت چگونه هست و سرنوشت اهل شقاوت که الله سبحانه و تعالی در این آیات اشاره میکنه. که چون در لحظات پایانی برنامه بحث قیامت قرار داریم ما و شما، که باز بحث اهل بهشت و اهل جهنم شروع میشه. اینها از صحرای محشر وقتی که روان میشن، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر گفته میشه، اهل بهشت میرن طرف بهشت، اهل جهنم هم سوق داده میشن طرف جهنم. یا آیات برای ما چیز زیبا تصویر کشیده که ما رو متوجه میسازه. میفرمایه وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. هنگامی که سوق داده بشن کسانی که کافر شدن الى جهنم، سوی جهنم. اینا که سوق داده شدن زمرا، گروه
جماعت اینها حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، مجردی که اهل شقاوت و کفار و منافقین طرف جهنم میرن دیگه دروازهای جهنم به استقبال از اینا بازه، این از قبل باز میشه از قبل بسته بود مثل زندان. بله باز میشه. فتحت ابوابها. اولین چیزی که برای از اینا همان وظیفه‌داران جهنم میگن و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم، آیا نیامد پیامبری منکم از شما، یتلون علیکم که تلاوت میکرد بر شما آیات ربکم، آیات پروردگار شما، و ینذرونکم، و نیامد پیامبری که شما بیم میداد از چی؟ از لقاء یومکم، از روبرو شدن این روز. اینا نیامد. اینا چی میگن وقتی گفته میشه لقاء یومکم هذا، وحشت روزی جهنم اینها رو میبینید، به شما گفته نشده بود؟ قالوا بلا، چرا آمد پیامبر آمد برای ما گفت، کتبی که از جانب الله نازل شده بود دیدیم ولی پیامبر مسخره کردیم، میگن کتاب باور نکردیم، گفتیم این سحره، این جادویه، ای از پیش خود آورده، ای بالاخره حالا که حقانیت هم با ما معلوم شد او زرق و برق دنیا ما فریب داده بود و بالاخره بدبخت شدیم قبول نکردیم. قالوا بلا، یعنی اقرار میکنن چرا آمد، کتاب با ما تلاوت شد، رسول فرستاده شد. قالوا بلا. او ملائکه معذب میگن وقتی که آمده بود ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، دیگه امروز تحقق پیدا میکنه بر کفار چیزی که وعده داده شده بود. قیل، گفته میشه برای از اینا، برای اهل جهنم چی گفته میشه؟ ادخلوا ابواب جهنم، داخل شوید، دروازه های جهنم بازه و برای شما آماده شده. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، این جایگاه همیشگی شماست. شما در دنیا 4 روزه دنیا رو به اینجا ترجیح دادید، حالا دیگه بسوزید. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر ورزیدید، پیامبر رو قبول نکردید، قرآن رو قبول نکردید، کتب آسمانی رو قبول نکردید، سخن علما رو شنیدید قبول نکردید، هر قدر قرآن خوانده میشد توجیه میکردید، همه چیز رو میفهمیدید ولی شروع کرده بودید به توجیه کردن و اینها. حالا دیگه وقتی تکبر ورزیدید فبئس مثوى المتکبرین، بد جایگاه متکبرین هست. اهل جهنم داخل جهنم میرن، میمونه اهل بهشت. اهل بهشت وسیق الذین اتقوا، سوق داده میشن کسانی که از خدا ترسیدن، تقوای الهی پیشه ساختن. الله سبحانه و تعالی ما و شما از زمره متقین بگردانه. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. سبحان الله، چی لحظیه که انسان سوق داده میشه، حرکت کنید طرف بهشت، بروید طرف بهشت، روان شوید، جماعت، گروه جماعات و اینها. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها. شما میبینید وقتی که اگر کسی یک جرم جنایتی کرده، کسی بریو بگه مگر خبر نداشتید، خود به خود عذاب اضافه میشه. ملامت کردن، سرزنش کردن. موظفین جهنم، اهل جهنم را سرزنش میکنن، ولی وظیفه‌داران و موکلین اهل بهشت اینجا چی میگن برای اهل بهشت؟ حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، دروازه‌های بهشت باز میشه. و قال لهم، میگن برای اینها چی میگن؟ خزنتها، وظیفه‌دارا. اولین جمله که میگن سلام علیکم، سلام بر شما، یعنی شما در مکان سالمی آمدید، اینجا دیگه همیشه سالم میمانید، این مکان سلامت هست. طبتم، خوش آمدید، استقبال، پذیرایی. فادخلوها، داخل شوید. خب این چند روز هست؟ خالدین، برای همیشه داخل شوید. با مجردی که اینها این سلام رو میشنون و این خوش آمدید رو میبینن اهل بهشت و این نعمتهای بهشت رو میبینن که داخل میشن، به اینجا هم خدا رو فراموش نمیکنن.
طوری که در دنیا خدا رو فراموش نکرده بودن، اینجیان جا در جا نمیگن که ما بودیم که در اینجی رسیدیم، نماز ما بالاخره ای طاعت و عبادات ما رو اینجا رسان. نه، مغرور نمیشن، چون مغرور نیان. و قالو، چیزی که اینها میگن، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین. تمام حمد ستایش از آن او ذاتی که وعده او صدق بود و صدق هست و او ما رو وارث ارض قرار داده بود، براستی که وعده خور حق گردانید. و نتبوأ من الجنة حیث نشاء، کشان ما به طرف بهشتی که هر طرف بخواهیم روان بشیم و از او استفاده کنیم. فنعم اجر العاملین. پس این پاداش اجر کینه در این آمده؟ عاملین، کسانی که عمل میکنن، عمل کردن. یعنی گفته شد در دنیا که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و بعدا و ترى الملائکه حافین من حول العرش یسبحون. میبینی ای پیامبر تو ملائکه‌ای که در گرد عرشن و اونهایی که تسبیح میگن حمد پروردگار خیش را. و قضی بینهم بالحق، و اونها همیشه قضاوتنا حکمنا به حق و عدالت. و قیل، گفته میشه آخرین حرف، چی ملائکه باشن و چی اهل بهشت، چی میگن؟ الحمدلله رب العالمین. تمام ستایش ها، خوبی ها، همه از آن پروردگاریه که او پرورش دهنده عالمیان هست. که این دو آیه سرنوشت بعد از صحرای محشر، بعد از حساب و کتاب و بعد از میزان و بعد از صراط و بعد از حوض و سرنوشت اهل سعادت و اهل شقاوت را تعیین میکنه. اهل جهنم طرف جهنم میرن و اهل بهشت به بهشت داخل میشن، که انشاءالله به برنامه های بعدی وصف اهل بهشت و اوصاف اهل جهنم، که جهنم چگونه جاییه و بهشت چگونه جاییه، انشاءالله باذن الله بیان خواهد شد. واقعا صحنه‌ای رو که آیات قرآن کریم به تصویر میکشن صحنه بسیار عجیبی است و برای متقین و مؤمنین، کسانی که وارد بهشت میشن. و چه زیباست اون لحظه‌ای که واقعا انسان گفته میشه سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. و واقعا الله تعالی نصیب همین ما بکنه. واقعا اون تصور اون صحنه حتی جناب مولانا تمام وجود انسان رو می‌لرزونه و پر از شور و شعف میکنه که انسان این کلمه شنیدن، این کلمه یعنی دیگه تمام غم‌ها، غصه‌ها، پریشانی‌ها، نگرانی‌ها، مصیبت‌ها، خستگی‌ها، تمام شکنجه‌ها، تمام ظلم‌هایی که بر شما مسلمین میرفت، تمام بی‌مهری‌ها، تمام جنگ‌هایی که شد، تمام خستگی‌هایی که دیدید، پریشانی‌هایی که دیدید، گرسنگی‌ها و تشنگی‌ها، زخم‌ها و دردها، همه به پایان رسید. نه برای یک روز، نه برای یک سال، نه برای 1000 سال، نه برای 1 میلیارد سال، میلیاردها میلیارد سال. همه نعمت است و نعمت است و نعمت است و هر آن چیزی که انسان بخواد، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. هر چیزی که اشتها بکنه نفس‌های شما و هر چیزی که شما بخواید به شما داده خواهد شد. و مهمتر از همه رضایت الله تعالی، که الله تعالی از بنده‌های خودش اعلان رضایت میکنه و دیگه مرگی نیست، دیگه ترسی نیست، دیگه خوفی نیست. و حقیقتا هم بینندگان عزیز، اون لحظه آسایش انسان مسلمان هست. همون لحظه ای است که انسان مسلمان اون لحظه دیگه آروم میگیره و اون لحظه مطمئن میشه و اون لحظه ارزش زحمت، نمیگم 20 سال، 30 سال و 60 سال، بلکه حتی اگر 1000 سال عمر به ما داده میشد به مانند نوح علیه السلام هم واقعا ارزش داشت که 1000 سال انسان زحمت بکشه، خستگی تحمل بکنه، مشقت ها و پریشانی ها و نگرانی ها رو تحمل بکنه با امید شنیدن اون کلمه
با امید دست یافتن به اون بشارت عظیم، با امید دست یافتن به زندگی سراسر نعمت، هزاران نه بلکه میلیاردها و حتی نه میلیاردها، میلیاردها میلیارد سال زندگی با ناز و نعمت بدون غصه و غم و مصیبت. خیلی ها در دنیا شاید پادشاهی دارن و نعمت دارن، اما این نعمت و پادشاهی در دنیا به همراه مصیبت هاست، به همراه غم هاست، به همراه پریشانی ها و نگرانی هاست. اما پادشاهی در بهشت هیچ غم و غصه ای نیست و کلیدش این جمله است: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خیلی ممنون جناب مولانا، صحبت پایانی شما رو میشنویم با بینندگان است. در اخیر برای همه عزیزان و برای دوستان، آیا دوست دارید که برای شما گفته شود سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؟ یقینا دوست دارید، یقینا. پس تقوای الهی را پیشه خود سازید و چند روزه دنیای فانی را به عنوان وسیله بدانید، نه هدف. هدف اونجاست که در دنیا چنان زندگی کنیم که به هدف برسیم. هدفم همان است که گفته شود سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خداوند از همه ما و شما راضی باشد و ما را از زمره ای اشخاصی بگرداند که برایشان گفته می شود سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. خیلی ممنونم. تشکر میکنم همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. سر رو بالا بگیریم و آستین ها رو بالا بزنیم، امید دست یافتن به بهشت برین. همه شما عزیزان رو بالله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارش.